انقلاب اسلامی برای چی بود از اول تا آخر؟ انقلاب اسلامی برای استقلال بود، برای آزادی بود، برای جمهوری اسلامی بود دیگه. این هدف ما اینا بود دیگه. چه شرایطی است تو کشور درست کردیم؟ واقعا تو شرایط فعلی در جایی که هیچ که نمیتونه حرف بزنه، نظرش اعلام بکنه، اونجا آزادی هست. در کشوری که صدا و سیما در اختیار ملت نیست، در اختیار یک گروهه، در اختیار گروه هم نیست، در اختیار جناح هم نیست، در اختیار یک گروهکه، اونجا آزادی میشه وجود داشته باشه. انتخابات رو ببینید، همین انتخابات چند پیش ترکیه حضور بالای 80%. ما انتخابات ریاست جمهوری ما 40% دیگه. حالا دور گرفتار یکی دیگه نشن آمدن 10% اضافه شد، ولی اونی که مردم اومدن 40% بود. خب قابل قبوله این که ما هنوز تو این کشور داریم دعوا میکنیم FATF باشد یا نباشد. این اندازه عقل ما رو نشون میده. یعنی هر که بیرون نگاه میکنه به داخل کشور میفهمه این کشور چه خبره، این چیه. هنوز داریم بحث میکنیم شنبه تعطیل باشه خلاف شهر یا خلاف شهر نیست. نه، اون که بیرونه میفهمه که ما اصلا مثل که تدبیری نداریم. آخه شنبه چیکار به دین داره؟ پنجشنبه جزو دینه، شنبه ضد دینه. دعوا میکنیم که مذاکره باید بکنیم یا نکنیم. چه جور بحثی اصلا؟ یعنی چی مذاکره باید بکنیم یا نکنیم؟